اومدیم با یکی از تریک‌های دیگه که میشه داخل موهای 14 انجام داد. سلام، من مسعود فیضی‌پور هستم. اینجا کانال ایزی زوته. توی موه 14 زمانی که میخواستیم توی کاراکترمون سر رو بچرخونیم و اینکه این بخش دهن که داخلش خالی میفته یه فضا منفی ایجاد میشه توی نیمرخ، معمولا خیلی سخت این درست میشد. هر کاری میکردیم در نمیومد. یه سری تریکا میزدیم تا بشه اون کار انجام داد، ولی توی موهای 14 امکانی رو که اومده گذاشته یه سری ویژگی شیپ هایی که میتونید شما با هم دیگه بلند بکنید اومده خیلی کمک کرده به همون ریگ دهن. بریم ببینیم که چجوری. خب ما میمدیم قبلا مثلا یه سری ترفنده رو انجام میدادیم که بتونیم این گودی دهنه رو ایجاد بکنیم. حالا طبق چیزی که در واقع خود موهو گفته، خود شرکت موهو گفته، ما میتونیم با انجام دادن یه سری لایه بندی ها بتونیم اون فاز منفی که میخوایم رو به دست بیاریمش. ما میایم اول شیپمون رو میکشیم. مثلا میخوایم یه سر باشه، سلکتش میکنیم، بلندش میکنیم با هم دیگه، یه مقدار اینجا هم نرمش میکنیم. خب این از این. حالا ما میایم شیپ دهن رو میکشیم. خب ببینید الان اینجا این فضای پشت دهن یه فضای منفی هستش. بذارید من رنگ پس زمینم رو عوض کنم. خب اینجوری به نظرم بهتر معلوم میشه. این فضای منفی رو درست میکنه و جالبیش هم اینه ما زمانی که این رو بیایم بچرخونیم دیگه اینجا اون فضا منفی رو بهمون میده. ما قبلا اینو خیلی به سختی میتونستیم به دست بیاریم و اینکه توی تعداد لایه های کمتر و با باگ کمتر این الان به دست میاد. حالا ما برای اینکه بتونیم دندون ها رو هم داشته باشیم، دندون ها رو یه همچین فرمتی درست میکنیم. لایه هاشو میندازیم زیر. این شیپ همونم رنگش رو تغییر میدیم، مثلا این باشه. خب حالا یه بخش پشتی دهن داریم که اونم زمانی که سر در واقع میخواد بچرخه باید جوری باشه که این
بخش داخلی دهن هستش که یه انحنا داره اونم باید دیده بشه. کاری که ما میتونیم براش انجام بدیم به این شکله که یک لایه زیر درست بکنیم رنگش رو مثلا قرمز میذاریم که بتونیم آن ببینیمش. حالا ما میایم از همین دوتا میگیریم. این برای زماناییه که ما میخوایم سر رو بچرخونیم و این منحنیه باش در واقع اون فاز منفی ایجاد بشه. خب بذارید اول بذارمش اینجا، این فاز منفی رو درستش بکنم، یه دونم کپی کنم بذارم این ور. خب ما الان این فاز منفی رو جایی گذاشتیم که موقع چرخش سر بتونیم فرمی که میخوایم رو بهش بدیم. حالا ما اگر این دوتا رو بذاریم داخل یک پوشه و ریگشون بکنیم، اینجا این بنها رو هم بذاریم، خب اینجا ما باید این رو بایند بکنیم به این بنمون، این بایند به این، به این شکل بیایم اینجا. این دوتا بایند به این، این دوتا رو هم بایند به این میکنیم. حالا میایم اینجا، ما میخوایم دهنمون توی نیم رخ باشه و اینکه ببینید الان با این ما راحت میتونیم تعیین بکنیم که چقدر فضا پشت داشته باشه. خب الان این دندونایی هم که اینجا زده بیرون، ما توی اکشنی که بعداً براش میزنیم تعریف میکنیم که آقا زمانی که اومد توی نیم رخ شما انقدر از دندون رو ببینید. خب این به این شکل. الان یه نکته وجود داره، ما اینجا چون این بخشمون رو گرد اومدیم گرفتیم که بخوایم اون فضا به وجود بیاد، کاری که در واقع باید بکنیم به این شکله که اینا رو یه مقدار باید فضاشو بیشتر کنیم، اینا رو صفرش بکنیم، اینو کروشو بیشتر کنیم. برای این ور هم همینطور. این برای اینکه سمت چپ میخوایم حرکت بکنه راحت باشیم. حالا
خب ببینید الان با این دیگه میتونیم کنترلش بکنیم که این داره اینجا کار میکنه و اینکه تو اکشن های بعدی که براش میزنیم برای لیپسینگ ما این اکشن ها رو توی اون کاراکترمون اعمال میکنیم، کاراکتری که در واقع داریم ریگش میکنیم. توی اونم تعیین میکنیم که بنهای دهنش چجوری باشه، چه پوزایی بگیره و چه استفاده هایی ازش بکنیم. هر نکته ای راجع به این که از چه ابزاری چجوری میخواید استفاده بکنید کامنت بذارید، سوالاتتون رو بپرسید، تا جایی که بلد باشم جوابتون رو میدم. اگر سوالتون به شکلی باشه که خودم جوابش رو ندونم حتما سرچ میکنم و جوابتون رو تو ویدیو بعدی میدم، یا اینکه داخل کامنت ها جواباتون رو حتما میدم. ممنون از لایک کامنتاتون.